به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سرحال باشین. بخیر به درس امروز ما حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه ما در مضمون مثلثات در صنف دهم. ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید، یک موضوع جدید را در مضمون مثلثات میخوانیم و از همین طریق میتونیم با موضوعات جدید در علم مثلثات هم آشنا شویم. همه شما عزیزان میفهمین که ما در درس های قبلی در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم. شما حالا میتونید که نسبت های مثلثاتی ساین ها و کوساین های دو زاویه اگر در حالت جمع یا تفریق وجود داشته باشه را میتونید به حالت ضرب یا به شکل حاصل ضرب تبدیلشان کنید. این موضوعی بود که در چند درس قبلی به شکل مفصل در موردش صحبت کردیم، فرمول هایشان را ثبوت کردیم. امروز در مورد نسبت مثلثاتی تانجان صحبت میکنیم که اگر تانجان های دو زاویه در حالت جمع و تفریق باشد باید چه کاری را انجام بدیم تا به شکل حاصل ضرب تبدیل شود. پس عنوان درس امروز ما تبدیل مجموع و تفاضل نسبت مثلثاتی تانجانت دو زاویه به شکل حاصل ضرب می باشد و این درس ما شامل صفحه 242 و 243 کتاب ریاضی بخش مثلثات هست. به شکل کلی هدف ما در درس امروزی هست که با هم دیگه یاد بگیریم چگونه میتونیم نسبت های مثلثاتی تانجانت دو زاویه، یا بهتر است بگیم چگونه میتونیم تانجان های دو زاویه اگر در حالت جمع و یا تفریق قرار داشته باشند را به شکل حاصل ضرب نوشته کنیم. پس قلم و کتاب چایتان پیشتان باشه، نکات مهم درس امروز را حتما یادداشت کنید. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب شاگردای عزیز، هرگاه ما داشته باشیم تانجانت زاویه پی، داشته باشیم تانجانت زاویه پی جمع تانجانت زاویه کیو، جمع تانجانت زاویه کیو. تانجانت زاویه پی جمع تانجانت زاویه کیو تانجانت های دو زاویه هست که در حالت جمع با هم دیگه قرار داره. ما میخوایم به شکل ضرب تبدیلشان کنیم. شاگردان عزیز، شما میفهمید که تانجانت هر زاویه از حاصل تقسیم ساین زاویه بر کوساین زاویه به دست میآید. تانجانت زاویه پی عبارت از چی است؟ عبارت از حاصل تقسیم ساین زاویه پی بر کوساین زاویه پی می باشه. تانجانت زاویه پی مساوی است به چی؟ مساوی هست به ساین زاویه پی تقسیم بر کوساین زاویه پی هست. تقسیم بر کوساین زاویه پی می باشه. در بینشان علامه جمع وجود داره، علامه جمع خودش. بعدم داریم تانجانت زاویه کیو. تانجانت زاویه کیو عبارت از حاصل تقسیم ساین زاویه کیو بر کوساین زاویه کیو می باشه. حاصل تقسیم چی؟ حاصل تقسیم ساین زاویه کیو بر کوساین زاویه کیو می باشه. ساین زاویه کیو بر کوساین زاویه کیو. تانجانت زاویه پی ساین پی بر کوساین پی، تانجانت زاویه کیو ساین کیو بر کوساین کیو. خب در این قسمت داریم ساین پی بر کوساین پی جمع ساین کیو بر کوساین کیو. آیا بین کوساین پی و کوساین کیو مخرج مشترک اگر بگیریم میتونیم که خود سوال را پیش ببریم، خود همین حل را پیش ببریم، یک رابطه جدید را به دست بیاریم یا خیر؟ خب یعنی کار را انجام بدیم. در این قسمت یک علامه مساوی نوشته میکنم یا بیان مکمل نوشته کنم. چی نوشته میکنم؟ نوشته میکنم که تانجانت پی، تانجانت زاویه پی جمع تانجانت زاویه کیو، جمع تانجانت زاویه کیو مساوی هست به، در این قسمت یک خط بر مخرج مشترک را میگیریم، کوساین پی ضرب کوساین کیو. کوساین پی ضرب کوساین زاویه کیو. خب حالا کوساین پی ضرب کوساین زاویه کیو تقسیم کوساین پی، تنها کوساین کیو باقی میمونه. کوساین کیو ضرب ساین پی در صورت به این شکل داریم ساین پی ضرب کوساین کیو. یک بار دیگه تکرار میکنم دیگه شما جمع و تفریق کسرها را میفهمین و مسئله نیست که زیاد باید روش پیچیده شود، زیاد روش صحبت شود، چون شما جمع و تفریق کسرها را از صنف
پنجم شروع به یادگیریش کردین و حالا تنها به جای اعداد در صورت و مخرج نسبت‌های مثلثاتی هست. همون کاری که با اعداد انجام میدین با نسبت‌های مثلثاتی هم انجام میدین. مخرج مشترک تقسیم مخرج کسر اول کوساین پی ضرب کوساین کیو تقسیم کوساین پی مساوی است با کوساین کیو. کوساین کیو ضرب ساین پی، ساین پی ضرب کوساین کیو. علامه جمع در بینشان خودش. باز هم مخرج مشترک تقسیم مخرج کسر دوم کوساین پی ضرب کوساین کیو تقسیم کوساین کیو مساوی است با کوساین پی. کوساین پی ضرب ساین کیو در صورت. همین را نوشته میکنم. کوساین پی ضرب ساین کیو در صورت. خب شاگردان عزیز، حالا کاری که باید انجام بدیم در این قسمت چی هست؟ کاری که باید در این قسمت انجام بدیم این است که ببینید ساین پی ضرب کوساین کیو مثبت کوساین پی ضرب ساین کیو آیا شکل ساین پی جمع کیو را نداره؟ بیاین با هم دیگه در این قسمت یک موضوع را نوشته کنیم. اگر ما داشته باشیم ساین زاویه پی جمع کیو، اگر داشته باشیم ساین زاویه پی جمع کیو، چگونه میتونیم ساین دو زاویه که در حالت جمع با هم دیگه قرار داشته باشه رو دریافت کنیم؟ شما میگین ساین پی ضرب کوساین کیو، علامه مثبت در بینشان مثبت کوساین زاویه پی ضرب ساین زاویه کیو به این شکل تبدیل میشه. حالا ببینید در این قسمت به جای ساین پی یعنی ساین پی جمع کیو را دریافت کردیم که ساین پی ضرب کوساین کیو. در این قسمت ببینید ساین پی ضرب کوساین کیو مثبت کوساین پی ضرب ساین کیو، کوساین پی ضرب ساین کیو. پس به جای این قسمت آیا نوشته کردم میتونم که ساین پی جمع کیو، چون در حقیقت ساین پی ضرب کوساین کیو مثبت کوساین پی ضرب ساین کیو مساوی است با ساین پی جمع کیو. پس به جای این قسمت در صورت میتونم نوشته کنم که ساین پی جمع کیو. بینی کار را انجام بدیم. پس این قسمت را پاک میکنم، نوشته میکنم که تانجانت پی جمع تانجانت کیو، تانجانت پی جمع تانجانت کیو مساوی هست با چی؟ خط بر در این قسمت در صورت به جای ساین پی کوساین کیو مثبت کوساین پی ساین کیو نوشته میکنم که ساین زاویه پی جمع کیو، ساین زاویه پی جمع کیو. در مخرج چی نوشته میکنم؟ در مخرج نوشته میکنم کوساین زاویه پی ضرب کوساین زاویه کیو. تانستیم به یک فرمول دست پیدا کنیم که توسط این فرمول ما میتونیم نسبت مثلثاتی تانجانت دو زاویه که در حالت جمع با هم دیگه قرار داشته باشه را به شکل ضرب نوشته کنیم. ببینید نسبت مثلثاتی چی؟ نسبت مثلثاتی تانجانت دو زاویه که در حالت جمع هست را ببینید که به شکل حاصل ضرب تبدیل کرد. حالا بیاین با هم دیگه ببینیم اگر تانجانت دو زاویه در حالت تفریق از هم دیگه قرار داشته باشه، یعنی داشته باشیم تانجانت پی منفی تانجانت کیو، در این صورت ما چگونه میتونیم که حاصل تفریق یا تفاضل تانجانت های دو زاویه را به شکل حاصل ضرب نوشته کنیم؟ باز هم به جای تانجانت پی نوشته میکنم ساین پی بر کوساین پی، چون میفهمیم که تانجانت هر زاویه حاصل تقسیم ساین زاویه بر کوساین زاویه میشه. تانجانت پی مساوی هست با ساین پی بر کوساین زاویه پی منفی تانجانت کیو مساوی هست با تانجانت کیو مساوی است با ساین کیو بر کوساین کیو، ساین زاویه کیو بر کوساین زاویه کیو. ببینید به جای تانجانت پی نوشته کردم ساین پی بر کوساین پی، علامه منفی در بینشان خودش. به جای تانجانت کیو نوشته کردم ساین کیو بر کوساین کیو. حال در بین این دو کسر مخرج مشترک میگیرم، نوشته میکنم که تانجانت پی منفی تانجانت کیو مساوی هست با در این قسمت یک خط بر به این شکل. حالا مخرج مشترک میگیرم بین کوساین پی و کوساین کیو. کوساین پی ضرب کوساین کیو را مخرج مشترک میگیرم، کوساین پی ضرب کوساین کیو به این شکل. خب حالا ببینید کوساین پی ضرب کوساین کیو تقسیم کوساین پی مساوی با کوساین کیو. کوساین کیو ضرب ساین پی دریافت میشه ساین پی ضرب کوساین کیو. در بینشان علامه منفی هست، منفی رو نوشته میکنم. بعدن دوباره مخرج مشترک کوساین پی ضرب کوساین کیو تقسیم کوساین کیو مساوی با کوساین پی هست و کوساین پی ضرب ساین کیو هم
در این قسمت نوشته میشه کوساین پی ضرب ساین کیو ضرب ساین زاویه کیو. خب شاگرد عزیز، حالا ببینید ساین پی ضرب کوساین کیو منفی کوساین پی ضرب ساین کیو، آیا شکل ساین پی منفی کیو را نداره؟ ساین پی منفی کیو، شما ساین پی منفی کیو را اگر بخواید دریافت کنید میگین ساین پی ضرب کوساین کیو، چون علامه بینش منفی است، در این قسمت منفی کوساین پی ضرب ساین کیو. پس آیا به جای تمام این قسمت در صورت نوشته کرده میتونم ساین پی منفی کیو؟ بله نوشته کرده میتونیم. پس بیاین این کار را انجام بدیم. نوشته میکنم که تانژانت زاویه پی منفی تانژانت زاویه کیو مساوی هست و در این قسمت یک خط بر در صورت نوشته میکنم ساین پی منفی کیو، در صورت نوشته میکنیم به جای ساین پی ضرب کوساین کیو منفی کوساین پی ضرب ساین کیو نوشته میکنم ساین پی منفی کیو، در مخرج نوشته میکنم کوساین پی ضرب کوساین کیو، در مخرج نوشته میکنم کوساین پی ضرب کوساین زاویه کیو. به این شکل در مخرج این موضوع را نوشته میکنیم. پس به یک فرمول تانستیم دست پیدا کنیم. در این فرمول تانستیم که نسبت مثلثاتی تانژانت دو زاویه که در حالت تفریق از همدیگر قرار دارند را به شکل حاصل ضرب تبدیل کنیم. به این شکل این فرمول را تانستیم دریافت کنیم. شاگرد عزیز، امیدوارم این موضوع را فهمیده باشین و یاد گرفته باشین که ما چگونه میتونیم نسبت مثلثاتی تانژانت دو زاویه را اگر در حالت جمع و تفریق باشن به شکل حاصل ضرب تبدیل کنیم. بیایم با هم دیگه یک مثال کار کنیم. در این مثال با این موضوعاتی که در این چند درس و درس امروز خواندیم بیشتر آشنا میشیم. خب شاگرد عزیز، هرگاه یک سوال وجود داشته باشه به خاطر این موضوع نیاز به یک خط بر داریم. یک سوال داشته باشیم. در این سوال آماده باشه ساین 7 تیتا ساین 7 تیتا جمع ساین 3 تیتا جمع ساین 3 تیتای بر کوساین 7 تیتا کوساین 7 تیتا جمع کوساین 3 تیتا جمع کوساین 3 تیتا. این سوال را به ما داده، گفتن نشان بدین که ساین 7 تیتا جمع ساین 3 تیتا بر کوساین 7 تیتا جمع کوساین 3 تیتا مساوی هست با تانژانت 5 تیتا مساوی هست با تانژانت 5 تیتا. یعنی نشان بدین که طرف چپ مساوات مساوی هست با تانژانت 5 تیتا. بیاین این موضوع رو براشان نشان بدیم که بله طرف چپ مساوات مساوی است با تانژانت 5 تیتا، یا که خلاف این موضوع رو ثابت کنیم که میگیم نه خیر طرف چپ مساوات مساوی با تانژانت 5 تیتا نیست. اما در هر صورت باید این موضوع رو ثبوت کنیم. خب داریم ساین 7 تیتا جمع ساین 3 تیتا در صورت داریم. شاگرده عزیز بیاین با رنگ سرخ در این قسمت براتون نوشته میکنم ساین 7 تیتا جمع ساین 3 تیتا ساین 3 تیتا. آیا ساین 7 تیتا جمع ساین 3 تیتا مثل ساین پی جمع ساین کیو نیست؟ هست. زمانی که ساین های دو زاویه در حالت جمع قرار داشته باشه چگونه به شکل حاصل ضرب تبدیلشان میکنیم؟ به این شکل میگیم 2 ضرب ساین پی جمع کیو بر 2. حالا قیمت پی، قیمت پی و کیو را هم تعیین کنیم. قیمت پی در این قسمت 7 تیتا هست، قیمت کیو هم در این قسمت 3 تیتا هست. خب ما در فرمول داریم زمانی که ساین پی جمع کیو را دریافت میکنیم میگیم 2 ساین پی جمع کیو بر 2. در این قسمت به جای پی میگذاریم 7 تیتا، به جای کیو هم میگذاریم 3 تیتا. بنابراین نوشته میکنم که 2 ساین 7 تیتا جمع 3 تیتا بر 2 ضرب کوساین پی منفی کیو بر 2. کوساین پی منفی کیو بر 2. قیمت پی هست 7 تیتا منفی کیو منفی قیمت کیو هم هست 3 تیتا بر 2. خب شاگردای عزیز در این قسمت شما خوب دقت کنید که ساین 7 تیتا مثبت ساین 3 تیتا نوشته میکنم که ساین زاویه 7 تیتا مثبت ساین 3 تیتا مساوی میشه با ساین 2 ضرب ساین در این قسمت ببینید 7 تیتا و 3 تیتا 10 تیتا 10 تیتا تقسیم 2
10 تتا تقسیم 2 مساوی است با 5 تتا، چون 10 تقسیم 2 5 تتا هم خودش، ضرب کوساین 7 تتا منفی 3 تتا بر 2 نوشتم میکنم، ضرب کوساین 7 تتا منفی 3 تتا، از 7 تتا که 3 تتا کم شود 4 تتا، 4 تتا تقسیم 2 4 تقسیم 2 مساوی هست به 2 تتا هم خودش. پس میتونیم به جای ساین 7 تتا مثبت ساین 3 تتا نوشته کنیم 2 ساین 5 تتا ضرب کوساین 2 تتا. ببینید به جای صورت میتونیم این قسمت را نوشته کنیم. ببینید کار رو انجام بدیم ببینیم مساوی با 5 تتا میشه یا نه. این تانجانت 5 تتا میشه یا نه. این تانجانت 5 تتا را از این قسمت پاک میکنم و یک خط بر در این قسمت نوشته میکنم. برای صورت ما دریافت کردیم. برای صورت کدام قیمت را دریافت کردیم؟ این قیمت را 2 ساین 5 تتا ضرب کوساین 2 تتا. این قیمت را دریافت کردیم. در صورت نوشته میکنم که 2 ساین 5 تتا 2 ساین 5 تتا ضرب کوساین 2 تتا ضرب کوساین 2 تتا. حالا بریم به طرف مخرج. حالا با مخرج دقت کنید. در مخرج داریم کوساین 7 تتا جمع کوساین 3 تتا. ببینید در مخرج داریم کوساین 7 تتا جمع کوساین 3 تتا. آیا شکل کوساین پی جمع کیو را نداره؟ داره. برای دریافتن کوساین پی جمع کوساین کیو شکل کوساین پی جمع کوساین کیو را داره که برای دریافتن کوساین پی جمع کوساین کیو ما یک فرمول داشتیم. فرمول ما چی بود؟ فرمول ما بود که 2 ضرب کوساین پی جمع کیو بر 2 پی 7 تتا جمع کیو 3 تتا بر 2 ضرب کوساین پی منفی کیو بر 2 کوساین پی منفی کیو پی 7 تتا کیو 3 تتا پی منفی کیو 7 تتا منفی 3 تتا پی منفی کیو بر 2 پس 7 تتا منفی 3 تتا بر 2. حالا دقت کنید در این قسمت میخوایم که خوب دقت کنید. داریم کوساین 7 تتا کوساین 7 تتا مثبت کوساین 3 تتا مساوی هست و 2 خودش. در این قسمت داریم بین کوساین هم خودش 7 تتا مثبت 3 تتا. در این قسمت داریم 7 تتا مثبت 3 تتا 10 تتا 10 تتا تقسیم 2 مساوی است با 5 تتا ضرب کوساین در این قسمت داریم 7 تتا منفی 3 تتا 4 تتا و 4 تتا تقسیم 2 مساوی هست به 2 تتا. در مخرج به جای کوساین 7 تتا مثبت کوساین 3 تتا دریافت کردیم که 2 کوساین 5 تتا ضرب کوساین 2 تتا. بیایید قیمت را در مخرج نوشته کنیم که 2 کوساین 5 تتا نوشته میکنم 2 کوساین 5 تتا ضرب کوساین 2 تتا ضرب کوساین 2 تتا. حالا ببینید در این قسمت ما میتونیم که ببینید در صورت و مخرج اعداد در حالت ضرب با هم دیگه قرار دارن. در صورت کوساین 2 تتا را تقسیم کوساین 2 تتا در مخرج کرده میتونیم که مساوی به 1 میشه. اختصار میشن مساوی به 1 میشه. در این قسمت هم ببینید داریم 2 و 2 دوی صورت را با دوی مخرج میتونیم اختصار کنیم. در صورت مان ساین 5 تتا در مخرج مان کوساین 5 تتا. شما میفهمید ساین یک زاویه تقسیم کوساین همون زاویه مساوی است به تانجانت زاویه. پس ساین 5 تتا بر کوساین 5 تتا مساوی هست به چی؟ مساوی است به تانجانت 5 تتا. مساوی هست به تانجانت 5 تتا. مساوی است با تانجانت 5 تتا و از اول هم از ما خواسته شده بود تا دریافت کنیم آیا مساوی با تانجانت 5 تتا هست یا نه که ما دریافت کردیم. بله. ساین 7 تتا جمع ساین 3 تتا بر کوساین 7 تتا جمع کوساین 3 تتا مساوی است با تانجانت 5 تتا که شما اگر نمیتونستین حاصل جمع یا حاصل تفریق نسبت‌های مثلثاتی مجموع و یا تفاضل نسبت‌های مثلثاتی را به شکل حاصل ضرب تبدیل کنید و هیچ عنوان سوال را حل کرده نمیتونستین که حالا که شما این فرمول ها را یاد دارین به شکل بسیار ساده و آسان تونستیم با هم دیگه سوال را حل کنیم. پس از شما می‌خوایم که درس امروز را در خانه تکرار کنید و یک فعالیتی که در صفحه 243 کتابتان وجود داره را در کتابچه‌هایتان حل کنید و روز بعدی به صنف بیایید. تا روز بعدی که دوباره مضمون مثلثات داریم همه شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.